پروردگار گفت من در گرسنگی شما را امتحان میکنم. حالتانه گویم دسترخوان‌هایی که پر از میوه بود، از تمام نمود قند و قنفذها آراسته بود، هر روز درآمد بود، حساب نداشت. امروز که من پروردگار تو هستم و همون نعمتها را گرفتم، دسترخوان تو را خالی کردم. اکنون اون زمان مرا عبادت میکردی. اگر عبادتت برای نعمتهای من نباشد، پس تو در گرسنگی مرا عبادت میکنی. اگر عبادتی تو برای همون نوش و نعمت باشد، این زمان در تو کفران نعمت میکنی، تو از پروردگارت روی میگردانی، قهر میکنی و از این اجر مصیبت و بلایی که بالای تو آوردم تو بی نصیب میشوی. جو و نقص من الاموال، پروردگار میگوید من در مال تو نقص میارم، در مال تو نقص میارم. چگونه که الحال گرسنگی را با این نابودی هر دوش من شهر دادم که مالدار بودی به مالت میکنم و سنجش میگذرانم کنی تو چگونه و سوی پروردگارت بندگی تا دوام میتی. نقص من الاموال والانفس، الله میگوید دیگر سنجشی که بالای تو میکنم این است که از اولاد تو کسی را میمیرانم. گویم که فرزندی داری که از او یک ساعت جدا ایستادن نمیتوانی، یا مادر تا بسیار دوست میداری، پدر تا دوست میداری، یا برادر تا دوست میداری، یا عائله تا دوست میداری، انمون دوستداری تو را از بری تو جدا میکنم، جان او را قبض میکنم. کنی نظر میکنم که چگونه به سوی پروردگار تو بندگی میکنی، چگونه به سوی پروردگارت سپاسگزاری میکنی. وقتی که میگوید انفس و ثمرات، دیگر سنجشی که پروردگار میگوید من شما را میکنم، این در میوه های شماست. بعضی مفسرها گفتن میوه، مقصد از میوه این همون زمین هایی که ما و شما درخت داریم، درخت های میوه دار دارند. من پروردگار میگوید یک زمان میارم که این درخت های تو را خشک میکنم، یا زمان میارم که در درختات هیچ میوه نمیدهم. کنی میبینم زمانی میوه دادن چگونه عبادت داشتی و این زمانی که زمینی تا از میوه خالی است، این حالت در چگونه عبادت بکنی. بعضی مفسرها گفتن ثمرات که میوه گفتن، اینجا پروردگار مراد این میوه فرزند است، فرزند است گفتن. فرزند میوه دل است. چگونه حدیث رسول اکرم است که وقتی ملائکه ها آمده جان فرزند ما را می گرفته است، الله می گفت است قبضتم ولد عبدی، آیا جان فرزند مرا گرفتید؟ فیقولون نعم، آنها می گفتند بله پروردگارا جان فرزند تو را گرفتیم. قبضتم ثمرة فؤاده، آیا میوه دلی او را کندید؟ مقصد از فرزندای ما و شما وقتی از دنیا میگذرند، پروردگار به این فرشته ها میگفته است آلی میوه دل بنده مرا کندید؟ فیقولون نعم، اونا میگفتن بله پروردگارا میوه دل بنده تو را کندیم. فماذا قال عبدی، وقتی این بچه دوستدار که جانش گرفتید، اون پدر و مادر چی گفتند؟ چی گفتند؟ از ملائکه ها پروردگار میپرسد فماذا قال عبدی، این بنده من چی گفت؟ فرشته ها چی میگویند؟ میگوید پروردگارا حمیدک و استرجعه، خوش به حال بنده تو میگوید، بهترین فرزند او را میگه جانش گرفتیم، تا جای وی داد و فیغان گوید حمیدک و استرجعه، وی باشد میگه شکر به سوی تو پروردگار، این نعمتی بود که برای من دادیش و باز این نعمت از من جدا کردی. این لله و این الیه راجعون، ما از تو هستیم و به سوی تو بازگشت داریم. بنده تو این کلمات ها را تکرار کرد. الله میگوید که ای ملائک آگاه باشید، بنوا لعبد بیتا فسموه بیت الحمد، پس این گونه که باشد در جنت گو یک خانه برای او بنا کنید و این خانه قصر که در جنت بنا میکنید نامش حمد گذارید، نامش ستایش گذارید و با این بنده شکر کننده و نصیب گردانید. حضرت عطا
عطای ابن عطا را حکایت میارن که بار همراه 10 فرزند داشت، میگوید به سفر برآمد. ببین دوستای خدا در چی عذابهای گرفتار بودن. برای چی در سرآغاز من خواندم تنی ایوب با کرمان گرفتار، چیسان با لوط قومش داد آزار. حضرت ایوب ببین 9 سال، بعضی روایت ها 18 سال حضرت بدنش در من بالا یک تخت سنگ بیرون از محله بیماری میکشید. حضرت لوط چه عذابهایی داشت، چیرچیز چه عذابهایی داشت، ابراهیم خلیل چه عذابهایی داشت، چه از محمد صلی الله علیه و سلم چه رنجهایی داشت. حضرت ابن عطا میگوید همراه 10 بچه‌اش 10 فرزندش به سفر برآمدند. در نصف راه میگوید در دست مشرکان، در دست آدمان بی خدا دستگیر شدند. البته معامله آدم بیدین نسبت دیندار این معلوم است چگونه یک رابطه ناخوب میکند، چگونه یک بیرحمی نسبت البته مسلمان روا میبیند. در حال میگوید پرسان کرد که اینا کیا هستند؟ گفت این 10 فرزند فرزند من هست. میگوید یکایک چشمش میبندن، یکیشو در پیش پای پدر میغلطانن، گردنش میبرن. این پدر باشد میگوید به سوی آسمان نگاه دارد، دوست خدا، عاشق پروردگار، به سوی پروردگار نگاه دارد و تبسم دارد، خنده دارد. وقتی میگوید دویم فرزند هم چشمش بستن، در پیش پاش میگوید باز اینش هم ذبح کردن، اینش هم میگوید قتل کردن. این چونین میگوید 9 فرزند ابن عطا را به قتل رسانیدن. وقتی نوبت 10 فرزند رسید که این 10 فرزند میگوید خیلی فرزندی کوچکش بود، فرزندی گویم همون آخران فرزندش بود. وقتی نوبت این که شد به سوی پدر گشت و گفت پدر گفت چی پدری بیرحمی بوده ای؟ 9 فرزند تو را در پیش شد قتل میکنن، تو باشی به سوی آسمان نگاه کردن میخندی. آیا این گفت نشانه مهر و محبت پدر و فرزندی است؟ این پدر میگوید وقتی صدا این فرزند چکی شنید در حال میگوید آب چشمش مثل باران جاری شد و گفت ای فرزند، گفت این نقشه را گفت ذات مطرح کرده است که با او جنجال کردن نمیتوانیم. این فرزندهایی که در پیش ما گفت قتل می شود، این گفت آن ذات گفت خواسته است که من در نزد او چگونه و چرا گفتن میتوانم. به خدا قسم گفت 70 بار به سوی پروردگار شفاعت شما را طلب کردم، لیکن ندای آمد که ابن عطا اگر در این مصیبت بالای تا آوردم صبر نمیکنی از جریده دوستا تو را خط میزنیم. ما گفت در این بلا صبر کننده هستیم. میگوید وقتی که این 10 فرزند که به قتل رسانیدن، حضرت مولوی خدا رحمت و مغفرتش کند در مثنویش این منظره را یک بیان دارد، میگوید طریق عشق جانان بی بلا نیست، زمان بی بلا بودن روا نیست. طریق عشق جانان بی بلا نیست، این راهی که برادرای عزیز ما و شما پیشه گرفتیم، این راه نماز، این راه روزه، این راه عبادت پروردگار، میگوید حضرت این راه میگوید از بلا خالی نیست. این راه مشقت ها دارد، این راه کشمکشی ها دارد، این راه سیاست و پوپیسه ها دارد، این راه شنیدن دشنام ها دارد، این راه انهنت راه است. وقتی از حبیب خدا پرسیدند ای الناس اشد بلاء، ای حبیب خدا سختترین بلا بالای کدام انسان است؟ حبیب خدا چی گفتند؟ قال الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل والامثل. پیغمبر خدا گفتند سختترین بلا بالای پیغمبر هاست، بعد از آن گفت بالای صالحون است، بعد از آن بالای این چنین شخصانی که در این راه درست قدم زننده هستند. اینا دائم سختترین بلا را